راستی کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 6 ایول سال 2024 درباره بازداشت یک نفر متهم به قلابی خبر داد که در کوچه گپرزیم پایتخت تاجیکستان خود را بر دروغ کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی یا BDA معرفی کرده حجت‌های رانندگی و رقم‌های ماشین‌ها را می‌گرفت و در عوضش از رانندگان پول طلب می‌کرد. در عکس‌های نشر کرده میلیشیا دیده می‌شود که هنگام بازداشت از شهروند ابراهیموف عزیزالله سال 1996 چند رقم ماشین و چند حجت رانندگی و همچنین یک مقدار پول از جمله پولهای $100 پیدا کردند. مرکز مطبوعات میلیشیا دوشنبه در اطلاعش گفت شهروند ابراهیموف عزیزالله سال 1996 در اساس مراجعت‌های شهروندان از جانب کارمندان میلیشیا پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن یک چند دلیل جنایت قلابی دستگیر کرده شد. خود ابراهیموف برای شرح قضیه دسترس نیست ولی بنا به فریضه میلیشیا نام برده خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده در کوچه گپرزیم برای فریب حجت‌های رانندگی و رقم‌های قید دولتی واسطه‌های نقلیات شهروندان را خودسرانه گرفته با این را از رانندگان مبلغ‌های گوناگون پولی می‌ستانیده است. در حال حاضر او در حبس پیشکی قرار داشته وابسته به حالت مذکور تفتیشات پیشکی جریان دارد. عزیزالله ابراهیموف بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قلابی جریمه هنگفت یا تا چند سال زندان تهدید می‌کند. تفصیلات دیگر اعمال این شهروند نشر نشده است ولی کاربران در زیر خبر بازداشت عزیزالله ابراهیموف نوشتند که او را برای ریزاندن آبروی مقامات حفظ حقوق باید جزای سنگین می‌دهند.